سلام علیکم دوستانی عزیز، روزی همه شما با خیر شادی باشد. در ولاگ پیشین من نشون داده بودم که ما همی دویم سه ایتاژ عبور داریم. راستی هم خیلی صاحب خونه زنگ زدن که شیفانیر میبرن، همی سه ایتاژ جا جو کنین. همو را برامدم سه ایتاژ که در کدام طرف مانه ما با فکر اویله بردگی که ما نو همی خیلی پریاد که کرده بودیم با شیفانیر میارن. همی دوامی و کرسلو با فکری ما مانیم سوزه همش یک طرفه میشه. خیلی بیارن بینیم که کلونه مایده های در کدام طرف جاگیر میشود. با خیلی نوار میکنم. این خونهاش که کلون که هست ایو خونهاش همی چیزایی که دو خونهاش در کار نیست این طرف روی میکنم. در اینجا میمونه. اینجا دویم ایتاژه نمی شیفانیر رو در اینجا استودگی اگه کار نمیه اگه چی هم نداره درشته. اینجا آفیسه یکم ایتاژه هم در گلاو نمیدروی اول همی در آفیسه دو طرفه کمنته ایش آفیسه اوش جایی اخرانه اول همی برای اخرانه گفتم خونه چروای کردگن نکی اینجا اخرانه نداره. وزی ما آفیسه همش عبور میکنم پشته کرسلو را چخلی که میبینیم پاشه ریختگی توربوی اتپلینی همه خیلی جزیر شدگی همش وزی کفوا کرده میشکم توزه میکنم کاخ کشید با ما جو جو میکنم همش جو کردم دوستانی عزیز. پیش نماز عصر بود اینجا هیچ ککی نمیدرویم خیلی هم مهده یک بار عبور میکنم خیلی تا ماه دیگر با میسته تازه حق با خیلی اگم پشه مشه باشه میروی میگیریم تمام. در اینجا باشه ما جای گلوم تازه کردم گلوم خیلی وقتان او میشپم با یگون لطه قاق نمیکنم برای که با لطه میشکیدم تازه میکردم چنگاشونه چند خیلی برگکش میغلطیدن یا میشکستم برای همی یک هفته پس دو هفته پس این برگشون در او میشپم که چنگ نگیره چنگی بیزیب نگیره گفته. اینای گلچه نوش گفته است گلی زردک خشرو و سال ماه فیورال در آورده بودن و بشه نیش گفته بود نیچی امسال هم خیلی نوش گفته است. گلچه کوی مایده زردک دارم بینین چه خشروی اینای گل باشه کم ترک در هفته و بیسته پچلا می شود با خلادنیک ده میمونه یگان چی نمی شود در خلادنیک جای خنکی مانی با شار خشرو می شود. اینای گلی دیگری باشه چه خیلی در ویدیوی پیشینه نشان داده بودم همه خیلی قدش بلند شده رفته است در پتالوگ میرسه اوجه بینین مباینش هم خیلی نه برگ داره نه چی داره اینمی برگو بالا یک دو وجهش نه برگ کدسته نه یگان چی با دو وجه بالای دیگه هم خیلی برگچه نو برواردستن یارم هم خیلی آبیچ نکتی میشپم بعد برگوش توزه میکنم با یگان لطه برای که برگوی کلونه همی گل چند نمود میشیده دختر آمده نویسته بودن که ناموش همی خیلی ما وقتی در گوگل دیدم چند نمود میشیده یا خیلیش گل میکرده یا خیلیش نمیکرده یا میخواه گل نمیکرده گیاش بوده. نمیخواه دوستانی عزیز نمیدونم که این گل ما کجا کنیم نمیخواه پتالوگ در رسیده رفته است در اینجا باشه در ویدیوی پیشینه نشان داده بودم تا نه دوستانی عزیز اینایی پرنیکایی که کارده بودم یکم پمیدارا برامدن یک قطی پمیدار پولنی برامدن اخ چور برگشتگی دیگاش نو برامده است اینایی بلگریای پرنیکا در جای گرمی که هستن در و میخواکشان کاغ میشه باید ما آب داده بیستیم که
خاکش خاکی بد نشوه. منی درست پس اومتم شما برای همین من نشان دادم که در مابین 5-6 روز ببینین چه خوشرو برآمدین. خطا ماهی مایا نگاه میکنیم که چند قایی میشه. انشالله که باوری دارم تا او وقت میشه بلند خوشرو میشه. مای پرنیکورا در اتپلیچه نمیکارم، در میدان میکارم برای که اتپلیچه ما خیلی اتپلیچه وای واهی مناگ نیسته. کیلونکا میکشن هر سال، ای سال به ای سال. در اینجا باشه کارتوشکای مای در جدا کرده آوردن برای تخمی. هر سال دلیمچه میکردن، این سال نمیدانم میرسه نمیرسه. این یاشیکچوی همی یک سطیلی پرم نمیبره. کلون میتوانو نکی مایده ها 2 یاشیکی کلون دایو با نای 4 یاشیکی مایده دای با همیشه کچیکا نزدیکای گفتم کچیکای مایده را بکار باشون پوست کرده میشینم. یا را برای تخمی آوردیم خاندش تا بی گرمک نش بزنن تا 16 ماه اپریل اگر که گرمی باشه میکارن. در اینجا باشه ما وای کردستم چی بوی کردستم 1 کیلو ارده میخیل 1 قاشق شکر 1 قاشق نمک یک جای کردم 500 میلی گرم آبی جوش آبی همیشه یک جای میکنیم 2 قاشق روغن. بعد خمیر شوریده شدن یک 6 مینوت میخیل خمیر میخیلیم خوش رو در پاکت میگیریم یک 20 مینوت میسته. بعد گرفته با وای میکنیم کلوچه میکنیم. بعد یک قفای نچینکش میشیم. نچینکش شما میتونین گوشتی کنین. من خیلی کارتوشکای مایده را جوشاندم پریپراوا کردم چند نمود پریپراوا نمکی رولتون. بعد پیاز سرخ کرده انداختم. پیازی سبزک بود ایو پیازای کوریدگیم او قچینده وای کردم ریزه کرده انداختم. همش یک جای میکنیم. وقتی پیاز سرخ کردیم روغنش کتیما میندازم. هر وقتی هم خیلی پیراشکی کردم یا که چی بوریکا یگان چیه دیگه هم خیلی بر روغنش میاندازم. خمیر ما هم دم گرفت. حاضی همش با کلوچه ها تقسیم میکنیم. انا میخیل همش کلوچه کرده میمونم. بعد یکم کلوچه کردگی ما روز کرده میگیرم رو گرفتگیاشه همش میپیچونم. ما در دیگ سرخ میکنم برای که بسیاری بعد که همین خیل پیراشکی و همین چیبورک بسیارتر کردم در دیگ سرخ میکنم. سکروتکا دارم درونش خیلی سکروتکایی که بلندک دارم درش میده. بعد همی دیگچه را سرخ میکنم که روغن هر سنده نپره. دوستان عزیز تا ویدیوی آینده خداوند نگهبانتون باشد.
ягон савол бошад комментарияда нависен, бо вахшид ҷавоб метиҳем. видеои мора рекламаоша нагзаронда тамошо кунед. лайку комментарияро фаромӯш накунед дӯстони азиз. то видеои оянда хайр.